آقا مهدیار جانم. کعبی هستم از آگاهی. در خدمتم. خدمت که از ماست. تشریف بردیم واسه امرخه سویچ موتورت. چرا؟ سویچ موتورت. فهم. احمدی برو پشت موتور بشین. بله قربان. موتورت کالای قاچاق حساب میشه، باید ضبط بشه. چرا باید ضبط بشه؟ چرا؟ فکر کردی شهر هرته موتور سویچ بیاری تو شهر گاز و گوز کنی؟ فکر کردی مملکت بیدر و پیکره؟ مملکت قانون داره واسه همه. آها، یعنی همه قانون رو رعایت کردن، فقط من موندم. اصلا اون قانونی که ازش صحبت میکنی کجا بود ببینم؟ این سگ جون کردن تا تونستن این موتور رو بگیرم که شما بیای بخوابونیش پارکینگ بعد بذاری مزایده. خب بیشتر سگ دو میزدی سندشو میگرفتی، اون موقع ما هم نمیدیدی. بعدش هم گنده تر از دهنت حرف میزنی، بدم یه جا ببرنت دیگه نفهمی از کجا اومدی چی بودی. چرا گنده تر از دهنم حرف نزنم وقتی داری کل داره ندارمو میبری؟ خودت باشی چیکار میکنی؟ یه آهنگ کل داراییته؟ احمدی چشم. آره کل داراییم همین آهنه. تو چی میفهمی موتور چیه؟ موتور زندگی منه. نمیدونی صداش چقدر حالمو خوب میکنه. من حاضرم نخورم ولی خرج این موتور کنم. چقدر عشق موتوری. اونقدر عشق موتورم که اول باید خودمو ببری بعد موتورم. نظرت چیه؟ خودتو ببرم موتورتو بذارم بمونه؟ اینطوری بهم لطف میکنی. احمدی برو بشین تو ماشین تا من بیام. اما آقا اما نداره، برو تا بیام. احمدی سویچ. شاید باورت نشه خودم هم عاشق سوتشم. فقط یه سی بی سوار میفهمه عشق موتور یعنی چی. وقتی داشتی هم موتور تعریف میکردی فهمیدم واقعا این کاره ای. در ضمن کلاتم بزن. چشم. راستی امشبم جاشو عوض کن. خیلی مردی. منم اون که مغرور تا امروز کف خیابون موند، هیچی منو نترسون اما